دادگاه خوجند 3 مسئول تلویزیون تنین را موظف کرد که به یک زن دعواگر 15,000 سامانی جبران معنوی پرداخت کنند. بنا به قرار دادگاه که بعد نیمروز 23 ینور اعلان شد، شیر محمد شیرمتوف مؤسس و رهبر، قدرت الله رحمت‌اللهیف سرمحرر و پروینه احرار و تهیه‌گری برنامه عائله در این تلویزیون هر کدام به پرداخت 5,000 سامانی به منفعت گلناره امینو و ساکن شهر خوجند موظف شدند. کارمندان این تلویزیون را برای آن مجازات کردند که جزئیات زندگی خصوصی این زن را گویا بدون اجازه او در یک برنامه خود به بررسی گرفتند. همچنین دادگاه قربان میرابیدوف شوهر سابق خانم امینова و 2 شرکتدار دیگری آن نمایش مادر 79 ساله او و رئیس محله‌اش را نیز به پرداخت جبران زیان معنوی متناسباً 5، 1 و 2,000 سامانی موظف کرد. در مجموع این 6 نفر با قرار دادگاه به گلناره امینova 23,000 سامانی ضرری معنوی پرداخت خواهند کرد. خانم امینова ماه فوریه سال 2017 تلویزیون خصوصی تنین در شهر خوجند را برای پس دادن شأن و شرفش در برنامه عائله این تلویزیون به دادگاه کشیده از آنها طلب کرد 800,000 سامانی با قرب آن زمان حدود 100,000 دلار پاداش ضرر معنوی را پرداخت کنند. دادگاه علیه تلویزیون تنین با اتهام حفظ شأن و شرف و اعتبار کاری پرونده مأموری باز نمود. دادگاه خوجند ضمن بررسی و صادر کردن قرار برنامه عائله تلویزیون تنین را در رعایت نشدن توازن و اشتراک نداشتن گلناره امینova در نمایش این تلویزیون گناهکار کرد. دادگاه گفت که برنامه بدون حضور خودی امینova که میتوانست برای حمایتش برآمد کند ثبت شد، ولی جانب تلویزیون تنین ادعا داشت که شوهر سابق در آن نمایش نام همسر سابقش را به زبان نآورده دعوای امینova جهت رویانیدن پاداش معنوی چندان اساس ندارد. در آن نمایش قربان میرابیدوف شوهر سابق خانم امینova شکایت کرد که گویا همسر سابقش بعد جدایی با راه دادگاهی چند منزل و گاراژ و حتی دکان تجارتی او را از خود کرد و او را به قول پای لوچ به کوچه راند. در پی گلناره امینova در دادگاه با سندها ثابت کرده است که آن خانه و در و دارایی ها مال شخصی او بوده، قسمی هم تقدیم پدرش بود و دعوای شوهر سابقش بنیاد ندارد. خانم امینova در یک صحبت قبلی خود با رادیوی آزادی گفته بود که شوهر سابقش در نمایش تلویزیون تنین در حق او گپ‌های دروغ و تهمت زیاد کرده است. در همین حال محبت جوره و وکیل دفاع تلویزیون تنین در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مورد قبول قرار یا طلب بازبینی قضیه بعد از گرفتن قرار دادگاه تصمیم خواهند گرفت. بررسی دادگاهی پرونده شهروندی گلناره امینova ساکن شهر خوجند علیه تلویزیون تنین با تنفس‌های دوامی 1 سال گذشته ادامه داشت.